سرخط خبرها: حمله هسته‌ای ایران به آمریکا. رسانه‌های آمریکایی از حمله بی سابقه هسته‌ای ایران به آمریکا هشدار می‌دهند. سرنگونی حکومت ایران از سوی آمریکا. ترامپ میگوید وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. انفجار خشونت در همسایگی ایران. جنگ مرزی پاکستان و طالبان با تلفات سنگین. سلام و وقت شما بخیر. به خبرهای این ساعت از یاران تیوی خوش آمدید. ایران به آمریکا حمله نظامی انجام می‌دهد. رسانه‌های آمریکایی گزارش‌های مبنی بر اینکه به مکان‌های نظامی و نهادهای اطلاعاتی آمریکا از سوی ایران مورد حمله نظامی ایران قرار می‌گیرد. با گفته این رسانه‌ها تهران در حال آمادگی بر حمله نظامی است. ترامپ گفته که نباید ایران با آمریکا حمله نظامی انجام دهد. ترامپ هشدار داده که در صورت حمله نظامی ایران به آمریکا با عواقب جدی مواجه خواهد شد. ترامپ میگوید وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. دونالد ترامپ در گفتگوی با رسانه‌ها اعلام کرده وقت آن رسیده که به دنبال رهبری جدید در ایران باشیم. رئیس جمهور آمریکا همچنین علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی را مسئول نابودی کامل کشور دانست. دونالد ترامپ پس از آن که مجموعی از پیام‌های علی خامنه‌ای در شبکه اکس برایش خوانده شد، گفته که حاکمان تهران برای حفظ قدرت به سرکوب و خشونت متکی هستند. او تاکید کرد آنچه خامنه‌ای به عنوان رهبر یک کشور انجام داده استفاده از خشونت در سطوح بی سابقه و ویران کردن ایران بوده است. علی خامنه‌ای پیشتر در پیام رئیس جمهور آمریکا را مسئول تلفات و ناآرامی‌ها در ایران دانسته و گفته بود که ترامپ با معرفی گروه‌های خشونت طلب به عنوان نماینده مردم ایران تهمت هولناک زده است. ترامپ در واکنش با لحن تند گفته که رهبران جمهوری اسلامی باید بجای کشتار مردم برای حفظ کنترل کشورشان را اداره کنند. او افزود رهبری یعنی احترام، نه ترس و نه مرگ. رئیس جمهور آمریکا همچنین خامنه‌ای را رهبر بیمار توصیف کرده و گفت ایران به دلیل رهبری ضعیف به یکی از بدترین مکانها برای زندگی تبدیل شده است. علی خامنه‌ای رهبر ایران در سخنانی به مناسبت عید مبعث دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به دلیل آنچه نقش مستقیم در ناآرامی‌های ایران خوانده مجرم توصیف کرد. خامنه‌ای ناآرامی‌های اخیر که با گفته او موجب اذیت مردم وارد شدن خسارات به کشور شد، با نقش ملت مسئولان و نیروهای امنیتی مهار شده است. او در عین حال تاکید کرده که با گفته او بررسی ماهیت، عوامل و اهداف این رخدادها ضروری است. آقای خامنه‌ای ماهیت این ناآرامی‌ها را آمریکا خوانده و گفته که هدف سیاست‌های ایالات متحده نه فقط در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ بلکه به صورت مستمر بازگرداندن سلطه سیاسی، نظامی و اقتصادی بر ایران است. او افزود که از نگاه مقام‌های آمریکایی ایران با توجه به موقعیت جغرافیایی، جمعیت و توانمندی‌های علمی و فناوری‌اش قابل تحمل نیست. رهبر ایران این سخنان را یک روز پس از آن بیان کرد که رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در هنگام سفرش به فلوریدا از توقف اعدام 800 تن از معترضان ایران تشکر کرد و گفت که این تصمیم بر او تاثیر گذاشته است. پیش از این رئیس جمهور آمریکا به مسئولان جمهوری اسلامی هشدار داده بود که در صورت برخورد خشونت‌آمیز با معترضان از آنان حمایت خواهد کرد. خشونت‌ها در ایران زمان بالا گرفت که بازاریان در اعتراض به افزایش نرخ و بهای ارز دست به اعتراضات خیابانی زدند. واکنش دادستان تهران به اظهارات ترامپ درباره لغو حکم اعدام معترضان. او میگوید ترامپ حرف مفت میزند. علی صالحی دادستان تهران در واکنش به ادعای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا درباره لغو اعدام 800 تن از معترضان در مصاحبه با رسانه‌های ایرانی گفت ترامپ همیشه حرف مفت و بی جهت زیاد میزند. برخورد ما قاطع، بازدارنده و سریع است. او افزود در حال حاضر تعداد زیادی از پرونده‌ها منتهی به صدور کیفر خواست به دادگاه ارسال شده است. این در حالی است که پس از کاهش شدت تهدیدهای آمریکا به استفاده از گزینه نظامی علیه ایران، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز گذشته از مقامات ایرانی برای لغو شدن اعدام‌های برنامه‌ریزی شده برای روز گذشته سپاسگزاری کرد. رئیس جمهور آمریکا جمعه 26 دی خطاب به رهبری ایران پیام قدردانی منتشر کرد که در آن آمده برای لغو شدن همه اعدام‌های برنامه‌ریزی شده روز گذشته بیش از 800 اعدام از رهبری ایران سپاسگزارم. با این حال علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را مسئول کشته شدن شهروندان ایرانی در جریان اعتراضات گسترده 1404 دانست. خامنه‌ای اعتراضات گسترده ماه جاری را
شرایط مهم بین‌المللی و داخلی توصیف کرده و گفت دونالد ترامپ را به دلیل تلفات، خسارات و تهمتی که به ملت ایران زده مجرم می‌دانم. او افزود مجموعه‌ای که تخریب کردند، آدم کشتند و آتش زدن را ملت ایران معرفی کرده. اینها جرم است. اعتراضاتی که در 7 دی در بسیاری از شهرهای ایران آغاز شد با واکنش امنیتی گسترده همراه بود و به کشته شدن شمار زیادی منجر شد. این اعتراضات ابتدا در واکنش به وخامت شدید شرایط اقتصادی، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی بازار و کاهش ارز پولی ملی شکل گرفت و در ادامه به مطالبات سیاسی گسترده یافت. ریویترز میگوید اعتراضهای ایرانی پس از سرکوب مرگبار فروکش کرده است. خبرگزاری ریویترز به نقل از ساکنان محلی گزارش داده که به نظر میرسد در حال حاضر اعتراضها به طور گسترده سرکوب شده است، چون رسانه‌های دولتی از بازداشت‌های بیشتر در سایه تهدیدهای مکرر ایالات متحده برای مداخله در صورت ادامه کشتار خبر دادند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که تهدیدهای مکررش برای اقدام شامل وعده اقدام بسیار شدید در صورت اعدام معترضان توسط ایران بود، پیش از این گفت که رهبران تهران اعدام‌های دست جمعی را لغو کردند. ایران به طور علنی برنامه‌های برای چنین اعدام‌های اعلام نکرده یا نگفته است که آنها را لغو کرده. اعتراض‌ها در ایران در 28 دسامبر به دلیل مشکلات اقتصادی آغاز شد و به تظاهرات گسترده‌ای تبدیل شد که خواستار پایان حکومت روحانیون بودند و در پایان هفته گذشته به خشونت گسترده‌ای منجر شد. با گفته گروه‌های مخالف و یک مقام ایرانی بیش از 2000 تن در این بدترین ناآرامی‌های داخلی از زمان انقلاب اسلامی 1979 ایران کشته شدند. اما چندین تن از ساکنان تهران که ریویترز با آنها تماس گرفته گفتند که پایتخت اکنون 4 روز است که نسبتاً آرام بوده و پهپادها بر فراز شهر پرواز می‌کردند، اما هیچ نشانه‌ای از اعتراض‌های عمده در روز پنجشنبه یا جمعه وجود نداشته است. یکی از ساکنان شهری در شمال دریای خزر گفته که خیابان‌های آنجا نیز آرام به نظر می‌رسند. ساکنان به دلیل ایمنی خود حاضر به افشای هویت خود نشدند. احتمال حمله آمریکا از روز چهارشنبه، زمانی که ترامپ گفت که به او گفته شده که کشتارها در ایران در حالت کاهش است، کمتر شده است، اما انتظار می‌رود تجهیزات نظامی بیشتری از سوی ایالات متحده به منطقه برسد که نشان دهنده ادامه تنش‌ها است. یک مقام خلیج فارس گفته که متحدان ایالات متحده از جمله عربستان سعودی، قطر این هفته دیپلماسی فشرده با واشنگتن انجام دادند تا از حمله آمریکا جلوگیری کنند و نسبت به پیامدهای آن برای منطقه وسیع‌تر که در نهایت بر ایالات متحده تاثیر خواهد گذاشت هشدار دادند. ترامپ با کشورهای مخالف الحاق گرینلند به آمریکا هشدار داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده ممکن است با کشورهای مخالف الحاق گرینلند به آمریکا تعرفه‌های جدیدی اعمال کند. ترامپ بیشتر تاکید کرد که هر چیزی کمتر از کنترل آمریکا بر گرینلند غیر قابل قبول است. رئیس جمهور آمریکا اولین بار تهدید کرد که ممکن است از تعرفه‌ها برای مجازات کشورهایی که برنامه‌های او برای الحاق گرینلند به آمریکا را همراهی نمی‌کنند استفاده کند. رهبران اروپا بارها گفتند که ایالات متحده نمی‌تواند کنترل گرینلند را به دست بگیرد. فرانسه و آلمان پیشتر موضوع خود را در این باره اعلام کرده بودند. وزیر خارجه فرانسه با اشاره به مالکیت 600 ساله دنمارک بر جزیره گرینلند افزوده که اتحادیه اروپا اجازه نخواهد داد که کشورهای دیگر به مرزهای مستقلانه حمله کنند. صدر اعظم آلمان نیز تاکید کرد که مرزها باید محترم شمرده شوند. با این حال رئیس جمهوری آمریکا بر این باور است که ناتو با گرینلند در دست ایالات متحده بسیار قدرتمندتر و مؤثرتر می شود. حملات هوایی شدید اسرائیل به شرق نوار غزه. ارتش اسرائیل مجموعی از حملات هوایی شدید را علیه مناطق مختلف نوار غزه آغاز کرده است. به گزارش خبرگزاری العربیه، جنگنده‌های اسرائیلی محله‌های شجاعیه و دفاع در شرق شهر غزه را به شدت هدف قرار دادند. جنگنده‌های اسرائیلی همچنین چند هدف در شهرهای خزاعه و بنی سهیلا در شرق خان یونس را هدف قرار دادند. این حملات با گلوله‌باران سنگین توپخانه‌ای که مناطق شرقی و جنوبی نوار غزه را هدف قرار میداد همراه بوده و تیراندازی شدید از برج‌های دیده ارتش اسرائیل در نزدیکی خط زرد که مناطق استقرار ارتش اسرائیل را از مناطق اسکان فلسطینی ها جدا می‌کند صورت گرفته. این تحولات در حال رخ می‌دهد که ایالات متحده روز چهارشنبه از آغاز مرحله دوم طرح خود برای پایان جنگ در غزه خبر داد. استیو ویتکاف فرستاده ایالات متحده آغاز مرحله دوم را اعلام کرد و گفت که این مرحله یک دولت انتقالی از تکنولوژی‌های فلسطینی در غزه ایجاد می‌کند و روند خلع سلاح حماس و بازسازی را آغاز می‌کند. ویتکاف همچنین تاکید کرد که واشنگتن انتظار دارد حماس به تعهدات خود به طور کامل عمل کند. و افزوده ایالات متحده انتظار دارد این گروه به طور فوری جسد آخرین گروگان اسرائیل را بازگرداند. در غیر این صورت پیامدهای جدی در پی خواهد داشت.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز پنجشنبه در شبکه‌های اجتماعی تشکیل شورای صلح غزه را اعلام کرد و با عنوان بخشی از طرح واشنگتن برای پایان جنگ اعلام شد. احمد شرع در فرمان نوروز را جشن ملی و رخصتی عمومی در سوریه اعلام کرد. احمد شرع رئیس دولت موقت سوریه در فرمان نوروز را تعطیلی ملی و با پرداخت حقوق اعلام کرده است. بر بنیاد گزارش خبرگزاری دولتی این کشور، این فرمان تبعیض قومی و زبانی را در سوریه ممنوع، نهادهای دولتی را ملزم به اتخاذ پیام‌های ملی فراگیر کرده و مجازات‌های را برای تحریک و به درگیری‌های قومی نیز تعیین کرده است. این فرمان احمد شرع حقوق کردهای سوری را نیز تایید کرده، زبان آنها را رسما در سوریه به رسمیت شناخته و حق شهروندی را به همه کردهای سوری بازگردانده است. گفتنی است که نوروز جشن باستانی آغاز بهار و سال نو است که در روز اعتدال بهاری حدود 21 مارس برابر با اول ماه حمل خورشیدی برگزار می شود. این روز نمادی از تولد دوباره طبیعت و شورای تازه است و در ایران، افغانستان، تاجیکستان و کشورهای دیگر جشن گرفته می شود. این جشن ریشه های کهن در فرهنگ فارسی زبانان افغانستان، تاجیکستان و ایران دارد و شامل سنت های مانند چیدن سفره 7 سین، دید و بازدید، آتش بازی و نو شدن طبیعت است. این در حالی است که مقام های افغانستان پس از بازگشت حاکمیتشان بر افغانستان، نوروز که یکی از روزهای ملی و رخصتی عمومی بوده را از تقویم کشور حذف کردند. شماری از فرهنگیان و کارشناسان این اقدام را در ضدیت با فرهنگ و رسوم ملی کشور عنوان کرده و گفتند که آنان در پی نابودی رسم و عنعنات ملی افغانستان هستند. ارتش پاکستان از کشته شدن 12 فرد مسلح در ایالت بلوچستان خبر داده است. اداره روابط عمومی ارتش پاکستان یا ISR اعلام کرده است که 12 فرد مسلح در منطقه خاران ایالت بلوچستان در درگیری با نیروهای امنیتی این کشور کشته شدند. بر اساس گزارش‌ها روز گذشته شمار زیادی از افراد مسلح به مرز شهر خاران حمله کرده و ضمن یورش به مرکز پلیس تعدادی از زندانیان را با خود برده و بانک‌ها را نیز خسارات وارد کردند. ارتش پاکستان در بیانیه گفته که گروهی متشکل از 15 تا 20 فرد مسلح علاوه بر مرکز پلیس خاران به بانک نشنل و بانک حبیب نیز حمله کرده و 3 تا 4 میلیون روپیه پول نقد را با خود بردند. در بیانیه اداره روابط عمومی ارتش پاکستان آمده که نیروهای امنیتی در تیراندازی متقابل 12 فرد مسلح را کشته و تلاش آنها برای گروگانگیری مردم در مرکز پلیس را ناکام کردند. حکومت پاکستان همه گروه‌های تندرو و جدایی طلب در بلوچستان را به عنوان فتنه هندوستان یاد می‌کند. حکومت پاکستان هند را به حمایت از این گروه‌ها متهم می‌کند، اما دهلی نو بیشتر چنین اتهام‌های را رد کرده است. شاهدان عینی در ارتباط با رویداد روز گذشته خاران گفتند که افراد مسلح با موتر و موتورسایکل‌ها وارد شهر شده بودند. یک مقام محلی پلیس به شرط فاش نشدن نامش گفته که در این حمله به نیروهای پلیس آسیب جدی رسیده، اما با موترها و سلاح‌های پلیس خسارات وارد نشده و افراد مسلح برخی از سلاح‌ها را با خود بردند. به گفته این مقام، مهاجمان همچنین افرادی را که مظنون بودند و پرونده‌هایشان در جریان بوده و در بازداشت مرکز پلیس نگهداری میشدند با خود بردند. خاران یکی از مناطق ایالت بلوچستان پاکستان همرز با ایران است که بدترین روزهای خود را گذشتانده. بیشتر نیز شاهد رویدادهای ناامنی بوده، اما این نخستین بار است که چنین شمار زیادی از افراد مسلح وارد مرکز این شهر شدند. محمود خان اچکزی رهبر اپوزیسیون پاکستان شد. مجلس ملی پاکستان محمود خان اچکزی را رسما به عنوان رهبر تازه اپوزیسیون این کشور برگزید. پیش از این عمران خان رهبر حزب انصاف پاکستان نام محمود خان اچکزی را به عنوان گزینه پیشنهادی خود به مجلس ملی فرستاده بود. رهبر جدید اپوزیسیون پاکستان توسط ایاز صادق رئیس مجلس ملی پاکستان رسما اعلام شد. این سمت برای ماها خالی بوده است. محمود خان اچکزی جاگزین عمر ایوب شد. عمر ایوب رهبر پیشین اپوزیسیون به اتهام نقش داشتن در خشونت‌ها و اعتراضات گسترده ماه می 2023 به 10 سال زندان محکوم و از سمت خود برکنار شده است. شاه محمود قریشی عضو ارشد رهبری تحریک انصاف در گفتگو با رسانه‌ها گفت که عمران خان با اچکزی اختیار داده که تا با حکومت وارد گفتگو شود و افزود اچکزی بهتر میتواند تصمیم بگیرد که چه اقدام‌هایی باید انجام شود. محمود خان اچکزی رهبر حزب ملی عوام پشتونخوای پاکستان است. آقای اچکزی در نخستین نشست خبری خود تاکید کرد که بحران میان پاکستان و افغانستان باید از راه گفتگو با میانجیگری کشورهای منطقه و تصمیم شورای امنیت سازمان ملل و بدون توسل به خشونت و جنگ حل فصل شود. محمود خان اچکزی از سیاستمداران ملیگرای پشتون در پاکستان است و در دوران نظام جمهوری اسلامی بارها به کابل سفر کرده و با محمد اشرف غنی و حامد کرزی رئیسان جمهور سابق افغانستان دیدار کرده است.
در پی افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی میان ایران و آمریکا و تحولات ناپایدار در خاورمیانه، شماری از شرکت‌های هواپیمایی اروپایی مسیر پروازهای خود را تغییر داده و به جای عبور از آسمان ایران و عراق از حریم هوایی افغانستان و آسیای مرکزی استفاده کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، شرکت‌های مانند ویزایر، لوفت‌هانزا و چندین شرکت دیگر برای کاهش ریسک‌های امنیتی از عبور از آسمان ایران و عراق خودداری کرده و مسیرهای جاگزین از جمله افغانستان را انتخاب کردند. ایران روز چهارشنبه حریم هوایی خود را برای نزدیک به 5 ساعت بست و سپس دوباره آن را بازگشایی کرد، اقدامی که در پی نگرانی‌ها از احتمال درگیری نظامی میان تهران و واشنگتن صورت گرفت و باعث لغو، تأخیر یا تغییر مسیر شماری از پروازها شد. با وجود بازگشایی آسمان ایران، برخی شرکت‌های هواپیمایی از جمله سنگاپور و چندین شرکت دیگر همچنان از مسیرهای جاگزین استفاده می‌کنند. کارشناسان امنیت هوانوردی هشدار دادند که خطر بی‌ثباتی بیشتر همچنان وجود دارد و به گفته چندین کارشناس یک شرکت مشاور امنیت پرواز توصیه می شود که مسافران فعلا از پروازهایی که از مسیر ایران استفاده می شود خودداری کنند. بر اساس این گزارش در 2 سال گذشته بسیاری از شرکت‌های هواپیمایی غربی به دلیل افزایش خطرات امنیتی در خاورمیانه با وجود تداوم حاکمیت کنونی به افغانستان، عبور از آسمان افغانستان را بیشتر در برنامه پروازی خود گنجانیدند. پایان خبرهای این ساعت از یاران تیوی.